شام بخیر هواداران زدمند. این شامی زفرآباد است پیشنهاد شما و ما با سفر خدمتی در ولایت سوخت در ناحیه زفرآباد قرار داریم و برنامه فرهنگی و فراغتی شام زفرآباد رو از باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد صدرالدین عینی منظورتان میگردانیم. باور دارم که در این باغ پرشکوه که بسیار سیرودم است و امروز یک فضای ایدانه است و همه روزه هر شام مردم در فضای شامگاهی برای سیر و سیاحت برای تماشا به این باغ خوشمنظر می آیند. یک جهان خاطره دارن و ما نیز کوشش میکنیم با نفران فعال هم صحبت شویم و از آن حرف بزنیم که واقعا مردم چگونه تاثیرات دارن. باور دارم که برنامه نوبتی ما به شما پسند میآید. با برنامه شام زفرآباد میماند. بعد می‌ذاریم به قسمت سوال و جواب با ساکنان و کوشش میکنیم همراه ساکنان این ناحیه مهمان دوست صحبت‌های جالب انجام میدهیم. با شبکه بهارستان بمانید. تماشاگران عزیز، با حال اشتراکی که خودش خوش صحبت کردن رو با ما پیدا کرد صحبت میکنیم. سلام علیکم. السلام علیکم. نام شما چی است؟ اوتابک. اوتابک صنف چند میخونید؟ من در صنف 7 در مکتب سنزه میخونم. بهترین. شما کار میکنید در این باغ؟ بعد از مکتب بکار نمیگردم و تجارت خود دارم در اینجا. تجارت خورد. چی تجارت میکنید شما در اینجا؟ در اینجا ماشینچه ده. ماشینچه کنه. چند تا ماشینچه دارید؟ یک تا حاضرش به یک تا. یک تا. در آینده شمارش زیاد میکنید؟ البته. چند تا میکنید؟ سه تا دیگه با آرنده بده. سه تا دیگه شما میخواید؟ یعنی آیسته آیسته میخواید که تجارت رو کلانتر کنم. تجارت رو کلان کنید. بله. تجارت کردن برای شما در این 3 سال دشوار نیست؟ مشقت خود داره. مشقت دارد. چگونه مشقت دارد؟ حساب کتاب کنی و من چیزا با. پدر و مادر چیکار میکنن؟ مادرم همشیره. همشیره. پدرتون چی؟ پدرم کار استاگی. تجارت رو پدرتون یا مادرتون به شما توصیه داد یا خودتون انتخاب کردید؟ خودم انتخاب کردم، آنها شرایط کردند. شرایط کردن. چقدر مبلغ به شما دادن برای تجارت رو آغاز کردن؟ اینشو نمیدونم. خودشون آوردن. خودشون خریدن. خودشون خریدن آوردن. براتون این تجارت پسند است؟ البته. بله. در این روز چند پول کار میکنید؟ 50 سوم 60 سوم خیلی. 50 سوم 60 سوم. بهترین. در آینده کلان شاید کی میشه؟ آینده دکتر ده. یک سوال میدم اما خفه نمیشید نه؟ در همین جزء خوردتون چی داره شما؟ مبلغ داخل این مبلغ دارد؟ چقدر مبلغ دارد؟ و 200 به میره. یعنی پول امروزه کار شما است. بله؟ حالا تا آخر نرسیده است، حالا دوام داره. دوام دارد. بله. در یک روز چند نفر کودک میشیند به ماشینچه شما؟ 20 نفر. 20 نفر. تقریبا 20 نفر. زیاده است. سر یک کودک چند سوم است؟ اکنون وای به معامله به نگاه کرده 5 سوم 10 سوم هم خیر. هر خیر. بله سلام باشید. من فکر میکنم که اولتر اصلا شما خوش معامله باید باشید با البته در این کار بسیارتر خوش معامله شدن در کار. بله عصبی شدن لازم نیست نه؟ نه. با نفرانی که عصبی هستن روبرو میشه کم کم میشه و معامله کردم ابره معامله میکنه. سلام باشید. اوتابک من برای شما برار میخوام. باور دارم در آینده اویسوز از همین تجارت خورد شما با یک تجارت بزرگ رو میارید و یکی از تاجران موفق میشه خدا با تاجیکستان خدمت میکنید. برای شما برای تحصیل. سلام باشید. برای کار. دوستان عزیز، وقتی که خوشحالی مردم رو ما مشاهده میکنیم یعنی این از اون شهادت میدهد که واقعا در یک فضای تنج و آباد و آسوده کشور چنین مردم خرسند رو دیدن، چنین مردم خوشحال رو دیدن، این به شخص یک روحیه دیگر میبخشد و
برای این صحبت با اهل فهم، صحبت با ساکنان فعال، با نفرانی که با سیر و گشت آمدند به این باغ، فکر میکنم که البته برای ما و هم برای شما راحت بخش است. و این از صحبت رو با یک نفر دیگر ادامه میدیم. سلام علیکم. السلام علیکم. نام شما چی است؟ حلقه و مشتری. مشتری صنف چند میخونید؟ صنف 6. صنف 6 بهترین. با این باغ همراه کی به تماشا آمدید؟ با دوستانم. با دوستانتون. بهترین. چی به شما پسند است از این باغ؟ چی روحیه شما رو بریده میکند؟ در این باغ بسیار منظرهای زیبا هست. من از اینها بهره میشوم. این چیز به من معقول است. معقول است. شما بسیارتر به کدام فن‌ها توجه دارید؟ من به ماتماتیکا. ماتماتیکا. یکی از علمی دقیق است، بله؟ بدونید؟ سلامت باشید. در آینده میخواهید که آموزگار فن ماتماتیکا شوید؟ نه، من نخواهم، لیکن دکتر شدن بسیار نخواهم. بسیارتر میخواهید دکتر شوید. سلامت باشید. خب باره به شهر دوشنبه سفر کردید شما؟ نه، حالی یگان با سفر نکردم. سفر نکردید. از نوحه ظفرآباد به کجا رفتید برای تماشا؟ به شهرستان. وقتی که شما برای تماشا میایید از پدر و مادر اجازه میگیرید؟ ها میگیرم. اجازه میدهند؟ ها میدهند. چند ساعت اجازه میدهند؟ اگر از ساعت 5 به خانه برایم تا ساعت 6 جواب میدهند. تا ساعت 6. بله سلامت باشید. در وقت‌های خولگی چیکار میکنید؟ رسم میکشم. رسم کشی رو دوست می‌دارید؟ بهترین چگونه رسم ها رو شما تفسیر میکنید؟ رسم های منظره، آدمان، باز بسیارتر ایدی مادران را بسیارتر میکشم. بسیارتر چگونه برنامه ها رو میخواهید از تلویزیون بارستان تماشا کنید؟ بسیارتر کینوهای روسی را، باز فیلم های تصویری. فیلم های تصویری را، همین ها را بسیارتر من میبینم. بله تشکر برای شما. من باور دارم که از تماشای این باغ شما حلاوت میبرید، یعنی باید تاثیرات خوب شما به خانه برمیگردید و اون تاثیرات خود رو با پدر و مادر شما نقل میکنید. ها میکنم. سلامت باشید. تشکر برای شما. برای کن. خب تماشابینان عزیز، ما امکان داریم که با دیگر ساکنان هم صحبت شویم، اما بعد از چند لحظه و یک لوحه بسیار جالب رو برای شما این زمان پیشنهاد میکنیم از بازی کودکان مرا. تماشابینان عزیز، ما میخواهیم با آن همین دوستان صحبت کنیم. السلام علیکم. السلام علیکم. از این طرف میستیم. نام شما چی است؟ نگینا. نگینا نام شما؟ گلرخسار. گلرخسار. ما میخواهیم با نگینا و گلرخسار هم صحبت شویم. السلام. اشرف. نام شما چی است؟ میرزا حمید. او عجب پیش من بید. نام شما چی است؟ میرزا حمید. میرزا حمید. میرزا حمید جان چند ساله ای تو؟ 4 ساله. 4 ساله؟ یگان شعر میدونی؟ شعر نمیدونی؟ در خانه بسیارتر همراه کی بازی میکنی؟ چنه؟ قطی کی بازی میکنی بسیارتر؟ قطی رستم. قطی رستم؟ رستم کیه؟ بچه رو او بچه کی؟ بچه اوکای واحد. بچه اکای واحد ها؟ اکا دودر داری؟ کنی در کجان؟ اخونه. اخونه؟ بسیارتر دادا جان شما در توفه میاره یا که مادر جان توفه میاره؟ داده. داده چی میاره شما در؟ چی میاره برای شما چی میاره؟ بازیچه. بازیچه؟ چه خیلی بازیچه؟ بله گشتگی. رونالدو میشه یا دکتر؟ دکتر. دکتر؟ دکتر چی دندون یا چشم؟ چشم. چشم. ما صحبت رو میخوایم با نگینا ادامه بدیم. نگینا شما سیم چند میخونید؟ 7. 7. دادرتون است؟ چند دادرم هستن؟ بهترین. همراه کی اومدید با این باغ؟ همراهی مادرم. همراه مادرتون. این کس خواهرتون است؟ ها خواهرم هستن. بهترین. باز یک دادر دیگر دارید نه؟ هم دادم. شو نامش چیست؟ یونس. یونس. بله شرم دارد با ما صحبت میکند و در نزد مادرش است. نگینا شما از نگینا همنامتون یگان سرود میدونید؟ بله. همین با فکر شما وقتی که مثلا یک نفر بیکار میموند، نه من بیکار موندم، من باید چیکار کنم در وقت بیکاری؟ با فکر شما کتاب خانه. کتاب خونم. باز چیکار کنم؟ کار کنید. کار کنم. کتاب خانه. خب شد تمام. تمام. بله. خب نام شما؟ گلرخسار. گلرخسار. شما سیم چند میخونید؟ صنف 3. صنف 3. بهترین. گلرخسار شما در مکتب بیشتر کدام فن رو دوست می‌دارید؟ زبان مادری. زبان مادری. یعنی شعر میدونید؟ ها. از کی؟ از باقی رحیم زاده. کدام شعرش میدونید؟ صلح. صلح. شعر صلح. مرحمت.
خانه امید دنیا کشورم کشورم پنهاور و بختاورم زین سعادت سر بگردون ها برم حافظی آزادی بهرو برم می سرایم صبح را در ساز صبح تا شود دنیا پر از آواز صبح. وقتی که زیق میشوید در خانه چیکار میکنید؟ رسم میکشم رسم میکشید. باز چیکار میکنید؟ کتاب میخونم کتاب میخونید. باز چی؟ وقتی گریه میکنید چیکار میکنید؟ گریه نمیکنم گریه نمیکنید؟ نه مثلا اگر مادرتون شما رو سرزنش کند یا با اپاتون شما مثلا جنگ شد گریه نمیکنید؟ میکنه گریه میکنید ها؟ بعد چیکار میکنید در این حالت؟ خودم رو کوشش میکنم که آرام کنم. بله سلام باشید. تشکر برای شما برور در خانه شتون من بردباری تمنا دارم. من باور دارم که شما در آینده نفران بسیار فعال در جامعه میشوید. خب خوش آمدید. مرحمت از پای سیر و گشت میشوید. مرحمت سلام باشید. تماشابینان عزیز سیر و گشت ما در باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد صدرالدین عینی ادامه دارد و باور دارم که در ادامه شام با شما یک فراغت خوب خواهیم داشت. با برنامه شما ظفرآباد بمانید. тамошобинони азиз, ҳамсӯҳбати навбатии мо як хонандаи бисёр фаъоли ноҳияи Зафаробод аст ки гирандаи стипендияи президентӣ аст. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Номи шумо чи аст? Бибиҷон. Бибиҷон, синф чанд мехонед? Дар синфи нуҳум. То ҷое ки мо медонем шумо гирандаи стипендияи президентӣ ҳастед ва ҳамзамон дар олимпиада ва озмунҳои зиёд иштирок намудаед. Дуруст аст? Саломат бошед. Биёед дар сарвар нақл кунед ки шумо чӣ гуна гирандаи стипендияи президентӣ гардидед? من از صنف یکی به نهایت فنها رو دوست می داشتم، شوق و رغبتی زیاد داشتم. من در صنف نهی با آزمون گیرندگان استیپندی پرزنتی اشتراک نمودم و سزاوار جای گشتم. بله بهترین است. چند سال شما همچون گیرنده استیپندی پرزنتی هستید؟ سال اول. سال اول است. اگر مخفی نباشه سالانه چقدر میگیرید شما؟ 9000 تومانی. چیکار میکنید 9000 را؟ من سر اول نیت داشتم که یعنی قرض‌های اولوی من رو دهم. با مادرم کمک کنم، با خواهرچه‌هایم لباس گیرم و بعد با کمبودی‌های خودم صرف کنم. خودتون چی کمبودی دارید؟ سر اول من می‌خواستم تلفن موبیلی گیرم. می‌خواستم با همین تلفن موبیلی کتاب‌ها خوندم، کتاب‌هایی که از کتابخانه نمی‌یابم کتاب می‌خوندم، یعنی با طریق تلفن. باز با دیگر یعنی از طریق موبیل اینترنت، یعنی سوال‌هایی که به خودم جواب ندارم اونها رو می‌افتم و از خود می‌کردم. چندم سال است که شما اشتراک نموده ایستادید؟ سوم سال. سوم سال است. تا کدام دور شما می‌آیید؟ تا دوره ولایتی حال آماده ایستادم. برای چی؟ دارم و دوره جمهوری نیز اشتراک. برای چی شما تا دور جمهوری نمی‌روید؟ چی سبب است؟ نمیدونم سببش رو. بسیار باید از خود نمایم، یعنی سوال‌ها رو، تست‌ها رو، دیگر چیزها رو باید از خود نمایم. بله. سلامت باشید بیبی جان. من در تحصیل شما برار می‌خواهم. رحمت. باور دارم که آزمونی که شما اشتراک نموده ایستاده سطح جمهوری با موفقیت آزمون رو پشت سر می‌کنید. بعد دور جمهوری راه می‌یابید و در دور جمهوری در دوشنبه وا می‌خوریم و باز با شما یک برنامه تهیه می‌کنید. بله. سلام باشید. برای کار برای شما موفقیت. تشکر زیاد. خونشی خوب حالا رو من تمام دارم. سلام باشید. تماشابینان عزیز در الان میگم فضای بسیار آباد و آسوده است، صحبت کردن بسیار راحت است و مخصوص این اتراکسیون هایی که شما مشاهده نموده ایستادید ماشین‌ها مخصوص برای کودکان و نوآوران نگرانیده شده است و از این طرف خواهش می‌کنیم از نوآوردار و این نوعی تجهیزاتی که برای کودکان پیش بینی شده است. بار اول در ناحیه ظفرآباد من مشاهده کردم که واقعا هم بسیار جالب است و برای کودکان بسیار راحت است بازی در چنین اتراکسیون.
نام شما چی است؟ جاویدان جایدان شما ماشین راننده هستید حجت‌های رانندگیتون میتونید نشون دید؟ نیست نیست؟ و برای چی ماشین میرونید شما؟ ماشین خریدم و زکن کروسی ها؟ ماشین خریدم چقدر خریدید شما؟ بیپول بپول سیم چند میخونید؟ نه نه؟ سوال شد برای شما برای تماشا اومدید؟ همراه کی؟ همراه پدر مادر همراه پدر و مادر پدر و مادرتون هم در همین جا هستن مکتب رو نیز خوب میخونید؟ آه. در وقت خالگی چیکار میکنید؟ کتاب میخونه کتاب میخونید؟ کدام کتاب میخونید؟ کتابای بدهی بعدی در آینده شما کلان شوید چی میشوید؟ چیکار میشوید؟ سنتور دکتری دندان سلامت باشید. و من میبینم وقتی شما تمام شد میتونید از جاتون خیلی صحبت کنید. الان بهترین است. چند برادر هستید در اویلا؟ یک خودم و سه تا خواهرکم کدام کارها به شما پسند نیست؟ مثلا دوست ندارم کارا. خوب بیل کردن ایخی خوبه باز چی؟ رو گشته تخت برداری خیلی تخت برداری. علف درو کردن دوست نه. ندارید؟ نه. سه دوستی نزدیکتون رو نمبر کنید. ازم جان اعظم جان، عمر، شاجان شاهجان. اینا چیکار میکنن اینا؟ دوستی نقص دوستی نه مثلا در مکتب چیکار میکنن؟ در وقتهای خالگی با این دوستانتون شما چیکار میکنید؟ وقتی خورگه ما دو سر گشت تغزده دوستانتون بچهای خوب هستن؟ دانششون خوب است میخونن؟ بله سلام باشید. تشکر برای شما. برای شما برور میخوام انا استراحت با فراغت وقت شما رو زیاد نمیگیریم علامت سیرگشت خودتون رو ادامه بدید. برور کن. دوستان عزیز ما سیرگشت شامگاهی خود را در باغ فرهنگی و فراغتی استاد صدرین عینی ادامه خواهیم داد. با برنامه ما باشید. دوستان عزیز ما فکر کردیم که این اتراکسیون ورزشی تنها برای کودکان و نوجوانان است. گفتن که نه در اینجا یعنی سن سال ما هم میتوانند که نشینند یعنی استفاده کنند از این چیز. ما یک بار کوشش کردیم که خودمون رو سنجیم و ولی میبینیم که چگونه مثلا حرکت میکنه چگونه است. با حساب 3 میرویم. 1 2 3 رفتیم. دوستان عزیز یک حلاوتی بسیار رنگین است و یک حیاتی هیجان آور است در این گونه اتراکسیون نشستن و شما نیز میتوانید وقتی که به ناحیه ظفرآباد میاید از این اتراکسیون استفاده کنید. دل میخواد که زیاد استفاده کنیم از این چیز اما اینجا شماره کودکان زیادن و میخوان بازی کنن. ما نوبت رو به دیگران میدهیم و میگذاریم به قسمت صحبت ها. با ما باشید. тамошобинони азиз ин лаҳза як суҳбати хос дорем бо шарифзода туйғун тоҳир муовини раиси ноҳияи зафаробод оид ба самти идеологӣ. салому алайкум. салому алайкум. фикр мекунам ки воқеан ҳам аз омадани мо шод шудед ва аз чеҳраи мардуми зафаробод ва аз чеҳраи шумо маълум буд ва воқеан ҳам барои истиқболи гарматон ҷаҳони сипос мегӯем. ташаккури зиёд. ва мо хостем ки бо шумо ду ҷумла суҳбат бикунем атрофи воқеан ҳам як чорабинии бисёр сатҳи муҳим ва мо ба даст яъне ҳафтаҳои ба шумо 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистонро яъне бо тантана пешвоз мегирем ва дар ин самт яъне ноҳияи зафаробод кадом корҳоро ба сомон расонида истодааст ва то ҷашни 35-солагӣ чӣ гуна иншоотҳо ба истифода дода мешаванд? ташаккури зиёд. пеш аз ҳама ман гурӯҳи эҷодии телевизиони Баҳористонро ба ноҳияи зафаробод хайрамақдам мегӯям. ва чӣ тавре ки шумо зикр намудед боиси ифтихор ва сарфарозист ки мардуми шарифи Тоҷикистон ва дар қатори он тамоми сокинониш сарбаланду шарафманди ноҳияи зафаробод барои истиқболи сазовори ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама ҷониба омодагӣ мебинанд.
شهادت این گفته های ما در آن است که تا به امروز تصمیم گرفته شده است که از جانب جامعه مهنتی ناحیه، تشکیلات و مؤسسه، ساختارهای دولتی، سکتوری خصوصی بنیاد و ساختمان و به استفاده دادن زیاده از 600 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده. امروز ما باید ذکر نمایم که از نقشه پیش بینی شده الکی در آخری سال 2025 100% اجرا نموده. الکی برای نقشه علاوگی امروز تمام ساکنان ناحیه برای نقشه علاوگی ساختمان‌های جشنی سربلندانه و ثمرناک مهنت کرده ایستادند. بهر دستگیری خوانندگان و رسانه کودکان عموما کدام تدبیرها روی دست گرفته شده است؟ تشکر زیاد. خیلی خوب قید کردید که برای فراهم آوردن شرایط مساعد برای نورسان و کودکان و جوانان در ناحیه بسیار تدبیرهای مشخص اندیشیده می شوند و خود شما شاهد هستید که امروز یک باغ فرهنگی فراغتی به نام استاد سعدین عینی که با ابتکار پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان افتتاح گردیده است. امروز من خود شما دیده ایستاد که زیاده از صدها نفر جوانان و کودکان برای استراحت و فراغت به این باغ تشریف آوردند و مورد به ذکر است که در برابر آن بنیادی مؤسسه‌های تا مکتبی در ناحیه وسعت تازه کسب کرده است. همچنین در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ظفرآباد چندین مؤسسه‌های تعلیمی نو بنیاد کرده شدند. در ناحیه برای کودکان بسیار خوشبخت زمان ما چندین کودکستان‌ها با بهترین شرایط‌ها با فعالیت آغاز کردند. همچون یک نفری روزگار دیده، همچون یک کارمند فعال البته چیکار کنیم که مثلا یک نورس یک خواننده در محیط آروم و آسوده و در یک محیط تربیت یابد که واقعا برای خلق وطن نفرسان باشد؟ تشکر زیاد. بسیار سوالی به مورد دادید. اصلا برای آن محیطی که شما اینجا ذکر کردید الکی در کشوری عزیز ما این چیز فراهم آورده شده است. با اندیشه من ما باید کودکان را از همان زینه ابتدای تعلیم در مؤسسه‌های تا مکتبی با روحیه بلند خویشتن شناسی، با قدر کردن و درک کردن ارزش‌های ملی، در راه وطن دوستی و وطنداری تربیت کردن آنها، احترام جامعه، احترام پدر و مادر، احترام به وطن عزیز، احترام به سرور دولت را اگر ما در زینه ابتدایی اگر در ضمیر و در دل کودکان اگر ما تربیت کنیم، آنمان آینده نورسی وطندار، جوانی وطن دوست و یک شخصی که برای این وطن، برای این سرزمین عزیز ما تاجیکستان من اطمینان کامل دارم که در خدمت می شود و از این دولت صاحب استقلال و آزادی ما بهره‌ور خواهد شد. سلامت باشید. تشکر برای شما و من باور دارم که با دستگیری همدیگر با کوشش و زحمت مردم سربلند تاجیکستان مخصوص مردم ناحیه ظفرآباد 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار استقبال میگیریم و باز هم میکوشیم که برای گلگونشکوفی کشور از ما تاجیکستان سهم نظر است در امروز آینده گذاشته باشیم. تشکر برای شما برای یک صحبت جالب و تماشابینان عزیز یادداشت می‌شویم که هم صحبت ما بودن شریف زاده تویغون طاهر معاون رئیس ناحیه ظفرآباد آقای به سمت ایدئولوژی و من بار دیگر تشکر میگم برای چون یک صحبت بسیار آزاد، صحبت واقعا هم تاثیربخش برای تماشابین خرد شبکه بهارستان. بینندگان عزیز برنامه شام ظفرآباد ادامه دارد، با شبکه بهارستان بمانید. تماشابینان عزیز دل میخواد ساعتها صحبت بکنیم زیرا چهره شاد مردم ناحیه ظفرآباد به ما روح الهام میبخشد، اما متاسفانه ما در نزد وقت عاجزیم و فرصتی به برنامه ما جدا کرده به انجام خود نزدیک آمد. اطمینان دارم آن چیزی که براتون در این شما بسیار گوهر و پیشنهاد نمودیم جالب دقت بود و از صحبت ما از تماشای برنامه ما خسته نشدید. انجام برنامه نوبتی ما آغاز دیگر برنامه جالب شبکه بهارستان است. تو برنامه نوبتی تن صحت و خانه آباد باشید. خیر.